میگم یه 10 نمیتونی بذاری رو پول رهنت؟ موکلی نگفتیم چند میتونم رهن بتون. خب بگو 100 تومن. الان وقتشه یه 10 نمیتونی بذاری رو پول رهنت. مورد چیز؟ بلوار یاسمنو که بلدی. بله قبلا همون چی میشه. یاسمن 12 یه مورد از شکار نابی. نه یاسمن 12 نه. ما قبلا خانم بودیم یاسمن 12 بی سر امکیچه یاسمن 12 یک لاستیک فروشی است دوست کلاهبردار اصلا کاشم نمیانه. مورد دیگه عمومه. چیکار رفت؟ اون لاستیک فروشی سر یاسمن 12 عمومه. نه عمود که بشتسم که نه قبل عمود اونجا یک لاستیک فروشی بی او خیلی دوز بی فکر کنم کلاه عمود رو برداشت. زمین خالی بود من خودم اونجا رو گرفتم برام از اول خودش بود. کدو دسته بولوار میگی برا؟ تو این دسته بولوار میگی؟ نه او ور بولوار دقیقا دیم ریبری عمودو یک لاستیک فروشی همه بزنه بنده خود او خیلی دزده همه لاستیک فروشی بزنه که کاسبی عمود رو خراب کنه او کلاهبرداره. بابا بابا اون لاستیک فروشی روبرو عمو بابامه. دو خواب چیز دیگه نداری؟ مشتری میدار باشه یکم ناورد گنج رنج میسر نمی شود. ها مزدان گرفت که چی؟ نداری دو خواب دیگه نه؟ ما برام زنگ سر بزن عباس آقا نمیشد امسال اون تمدید کنی؟ ای بابا گفتم که مستاجر نمیخوام میخواد پسرم بیاد بشین. پسرت 6 سالشه ها. راست میگی صداتو ندارم. الو اما شاسی بلند علیم شاسی بلند علیم بدرو علی گفت تو که بمردی. نه بابا خوبی؟ خدا رو شکر. کجا داری میری؟ دارم چند تا املاک سر بزنم. املاک برای چی؟ ماست میخوام. ماست؟ املاک برای چیش سر بزن خنم میخوام دیگه. خب بیا ببرمت. جدی میگی؟ آره مو بشینو پشت فرمون. تو بشین باشه فهمون بلدی؟ بیا بیا بشین. موتور؟ احمد بیا احمد باشه لعب داری با گفشت مرم برو. اینو بگیره دسته وارد دو. فقط سری که مو بعد چند تا املاک دیگه برم ها. تو بچه املاکی ها رو میگردی؟ خرازی ها رو بگردم. نه منظورم اینه که برو تو دیوار. کجا؟ دیوار. الان همه املاکی ها فایلاشون رو تو دیوار آگهی میکنن. بشین تو خونه قشنگ زیر باد کولر آگهی ها رو نگاه کن دیگه. کیه؟ سلام روزتون بخیر. پیتزا رو آوردم خدمتتون. بله یه دونه روست بیف داشتید یه پپرونی و یه گوشت و قارچ. تشریف میارید پایین؟ متشکرم. این چیز خیلی راحته همه آگهی ها رو یک جا میبینم. چه غلطی کردی؟ باور کن فکر کنم پیتزا بله خانه خودم گرفتیم. آقا چند لحظه صبر کنید. ببخشید من مجددا این پپرونیتون یه تیکش کمه. من حالا سری بعدی که رد شدم از اینجا اون یه تیکه رو میارم خدمت. پپرونی نبی روست بیف بی. یه 2 قورت هم نوشابه داشتین تو مسیر برگشت من میارم. امتیاز فراموش نشه. تو بری چیش قضا مبری؟ چی ببرم؟ مسافر بزن سودش بیشتره سود. نمیتونم دیگه مسافر سوار کنم. داری چیشی؟ آقا یه سکته کردم بعد اون سکته دیگه دستم قفل میکنه. هی میخورم زمین. خوب مری خوب که نمی قفل کردم من. چیشه؟ قفل کردم من. 4 راست برار به؟ قفل کردم. من گفتم زود بپر پایین دیگه خودت نپریدی. حالا کاری نشده زود خوب میشی. چی؟ گرمته؟ ببخش من پیاز خوردم استی. ببین دریچه‌ش اصلا خرابه. این دریچه‌شو دست زده. بذار من درست کجا ریش قشنگ؟ این دریچه مال این تخته. پوری فکر دیگه بکن. بیریش رفیقم گرمشه. گرمش که گرمشه. چی گفت؟ میگه چیش رفت؟ چیش رفت چیه؟ میرم بیرون برمیگردم. اگه دریچه کولر دست خورده باشه سرو اون تو حلقه. چه پرو؟
میبرمت اونور اونجا خنک‌تره این دارم بکش زیر بازی خوده تو خودتو اینجا بزن بخواب حالا میرم بیرون لطو پارش میکنم نگران نباشی یا حسن نترس حالا درستش میکنم بخواب فقط تو بخواب به به مریضم آقای حجت سادات کی چپت کرده بهتری؟ بله میدونم خوشحالی بالاخره داری کلیت رو اهدا میکنی و با این کار جون یه نفر دیگر نجات میدی چیش رفت؟ اصلا نگران نباشین بیهوش میشین هیچی متوجه نمیشین ببرم شما تو آقا آره چه غمگینم